با درود از رادیو ozodi به همه شما بینندگان عزیز، امروز 25 فوریه و ساعت به وقت پراگ هفت است. نوید بمدادی رو من شالوی گلخوجه تقدیم شما میکنم و سپاس میگم که با ما هستید و برایتان برار میخوایم. و حالا توجه کنید به خبرها. دیروز در شهر مسکو ملاقات وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه دایر شد. سیروژدین مهردین و سرگئی لاوروف مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه از جمله وضع مهاجران تاجیک را بررسی کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان پس از ملاقات با همتای روسیه خود گفت که تجارت میان دو کشور در حال گسترش است اما متناسب نیست. اشاره مهردین به زیاد بودن واردات محصولات روسیه به تاجیکستان و کم بودن صادرات مال تاجیکستان به روسیه است. سال 2019 روسیه به تاجیکستان با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار مال فروخته از تاجیکستان با ارزش 44 میلیون دلار محصولات خریده است. بینندگان عزیز، تفصیلات این ملاقات را در صحبت‌های بعدی ما پیگیری کنید. مقامات انتظامی تاجیکستان خبر میدهند که در پیشرو انتخابات پارلمانی در کشور چاره‌های امنیتی پرزور کرده میشوند. شروع از 28 فوریه همه مقامات حفظی حقوق و امنیت بر جای پرزوری خدمتی میگذارند. به قول وزارت کارهای داخلی در زمان انتخابات که 1 مارس در نظر است، تمام مکان‌های تجمع آدمان از جمله بازارها و دیگر نقطه‌های سیرادم از سوی کارمندان حفظی حقوق و امنیت محافظت میشوند. همچنین تمام حوزه‌های انتخاباتی در تاجیکستان شب و روزی زیر نظر مقامات انتظامی خواهند بود. با کمی از دو منبع نزدیک به هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرقیزستان به رادیو ozodi گفتند که جانب‌ها برای تشخیص و تبادل 23 گکتار خطه بحثی راضی شدند. نشست هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان آخر هفته گذشته در ولایت بادکند قرقیزستان برگزار شد. مقامات در دوشنبه و بیشکک درباره نشست خبر دادند اما درباره تبادل قطعه‌های بحثی چیزی نگفتند و هیچ رقمی را به زبان نآوردند. جانب قرقیزستان که نتیجه‌های مذاکرات گذشته را زود افشا می‌کرد تا حال به طور رسمی نتیجه مذاکره را شرح نداده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیروز اطلاع داد که طرف‌ها با مقصد برطرف نمودن قطعه‌های پراکنده و قطعه‌های در حدود همشفت داخل شده تا انجام دادن دلیمیتاسیا و دمارکاسیای مرزی هر دو کشور اظهار حسن تفاهم نمودند. در یک سال اخیر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان آشکار و نهان درباره احتمال تبادل قطعه‌های بحثی چند دفعه اظهار نظر کردند. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات محصولات ساختمانی را به آسایشگاه‌های زمرد در اصفهان و شوهنبری در حصار از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. OCCRP یا برنامه گزارشگری درباره جرایم سازمانی یافته و فساد ماه دکمبر سال 2019 گزارش داد که آسایشگاه‌های زمرد و شوهنبری به شرکت‌های خانواده پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارند. قبل از این ماه ایول سال 2019 حکومت با صدور عین چنین قرار مواد ساختمانی برای آسایشگاه زمرد و دو شرکت دیگر را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد کرده بود. معلوم نیست در نتیجه این قرارها بودجه تاجیکستان چقدر مبلغ را از دست می‌دهد. اما طبق قرار رقم 81 حکومت تاجیکستان که 8 فوریه امضا شده روز 24 فوریه دسترس رادیو ozodi گردید، مالکان آسایشگاه زمرد و شوهنبری 88 نامگوی مسئله ساختمانی را می‌توانند به پرداخت باج گمرکی و انداز به کشور وارد کنند. منصبداران افغان میگویند 24 فوریه بر اثر حمله طالبان افغان در ولایت شمالی بلخ کمش 5 منصبدار کشته شده است. حادثه در روز سوم سوزشی به اصطلاح کاهش خشونت است که بین امریکا و طالبان حاصل شده باید یک هفته ادامه کند. نمایندگان حکومتی ناحیه چهارکند ولایت بلخ میگویند بر علاوه 6 کشته در نتیجه حمله به پاسگاه نیروهای دولتی 5 کس دیگر مجروح شدند. در ولایت سمنگان افغانستان باشد جنگجان 24 فوریه رئیس یک ناحیه و دو کارمند دیگر دولتی را در راه به کار بودند. ماه روان امریکا و طالبان جداگانه اعلان کرده بودند که به موافقت رسیدن سر از 22 فوریه خشونت را کاهش بدهند. در شهر فولک مرزنی آلمان راننده ماشین سبکروی مرسدس شرکت‌داران یک راهپیمایی را پخش کرد. به گفته شاهدان در نتیجه دست کم 30 کس زخمی شدند که در میانشان کودکان نیز هستند. پلیس کاسل خبر داد که راننده بازداشت شده است. مقامات آلمان تا حال حمله تروریستی بودن حادثه را تصدیق نکردند ولی شاهدان میگویند راننده وقتی به سمت راهپیمایان روان شد سرعت ماشین را یک بار بلند کرد. طور معلوم گردید راننده شهروند 29 ساله آلمان است.
در پی اعتراضهای دست جمعی حکومت قرقیزستان اعلان نمود لایحه سرمایه‌گذاری چین را که به 275 میلیون دلار برابر است در قسمت شرقی این کشور لغو میکند. دفتر مطبوعاتی حکومت روز دوشنبه اعلان نمود که برنامه ساختمان مرکز لوجستیکی در جواب به اعتراضهای ساکنان ناحیه آتشبشتی ولایت نورین قطع شد. کنگره اروپایی خبرنگاران و بلوگنویسان توجیک قرارگاهش در ورشاو وبسایت نو خود را با نام میدیا مارکر و با زبان توجیکی راه اندازی نمود. مسئولان طرح روز 24 فوریه با نشر بیانیه رسمی گفتند هدف آنها تامین آزادی بیان، بازداشت ارزش‌های دموکراتی، تولید اخباری با اعتماد، اشکار کردن اخبار دروغ، همچنین تدریجاً زدودن سانسور و خودسانسوری از محیط رسانه‌های تاجیکستان است. طرح به کاربران هم امکان می‌دهد که خودشان به صفت مواد رسانه‌ها بها بدهند. کنگره روزنامه‌نگاران و بلوگنویسان توجیک ماه اپریل سال 2019 در لهستان با هدف انکشاف مهارت کسبی روزنامه‌نگاران و بلوگنویسان و بالا بردن معرفت رسانه‌ای در جامعه تأسیس یافت. در 5 سال گذشته در تاجیکستان فعالیت بعضی از رسانه‌های مستقل قطع گردید و برخی از روزنامه‌نگاران به اروپا پناه بردند. یک شهروند ایران را بعد از 14 سال کار و زندگی از تاجیکستان اخراج کردند. او حالا در قرقیزستان است و تلاش دارد به نزد پیوندانش به آلمان برود. محسن مهرداد آخر هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازگشت به وطنش ایران میترسد چون در آنجا به جاسوسی به نفع آمریکا متهم کردند. محسن مهرداد گفت که او را 1 دکبر سال 2019 از تاجیکستان راندند و شکایتش درباره بازنگری قرار دادگاه بی‌نتیجه انجامید است. مقامات تاجیکستان قضیه را رسما توضیح نمیدهند، اما پیشتر شهروند ایران را به رعایت نکردن قاعده اقامت عیبدار نمودند و گفته می شود یک سبب رانده شدنش از تاجیکستان نیز به همین سبب بوده است. و یک خبر دیگر هم داریم. داریوش رجبیون خبرنگار شناخته توجیک سزاوار جایزه بین‌المللی قند پارسی شده است. جایزه را روز 21 فوریه در روز بین‌المللی زبان مادری در شهر لندن در همایش بین‌المللی پارسی زبانان به داریوش رجبیون سپردند. برگزار کنندگان همایش جایزه را برای تأسیس گروه زبان پارسی در فیسبوک و مجله زبان پارسی در تاجیکستان به خبرنگار توجیک سزاوار دانستند. داریوش رجبیون عین زمان در بخش فارسی BBC در لندن کار میکند. جایزه قند پارسی به افرادی داده می شود که در حفظ و رواج زبان فارسی سهم میگیرند. و بینندگان عزیز، حالا از کل به اسعار خارجی برای امروز معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 9.69 درهم است. 1 یورو 10 سومانی و 49 درهم ارزش دارد. قرب روبل روسی نسبت روز گذشته 2 سومانی پایین آمده است. امروز 1000 روبل روسی 148 سومانی تعیین کرده است. سپاس میگم با یک شما بینندگان عزیز برای همراهی. همه شما را در نشرهای بعدی و صحبت‌های بعدی منتظر میمونیم. روزتان مبارک باشد.